ای خدا ای خدا، خدا رو شکر اینا رو به حساب من تنه رفتم تو، واقعا حوصله غول زدن ندارم. دوباره کایل اسکلی خدایی. کایل جان مشکل چیزی داری؟ جیگرک اگه داری حتما بگو. اوه مشکلو که من دارم آجی. وای شاتگان چه حالی میده برای اینا. اوه زدی ضربتی نوش کن. آسانسور رو بزن که بریم. چرا یه دفعه اینطوری آروم؟ اوه بابا ولم کن. من فکرم با اون قولا فایت میدادم بهتر بود. بعد تیران به صورت کاملا هوشمندانه استفاده کنم. مثل الان اوه ماشین بازی خوراکم ماشین تو تونله. اون نیتور اسپید چیز میگم نیتور اسپید فورزا بود که اول ویدیو گفتم. این الان همون تو مپ تونله. اوه وای این یعنی این همه مسیر فرار کرده یارو با سریع. اوه اینجا خاموش نشی ها. اوه رانندگی رو داری؟ من هر چقدر ایمن بده رانندگیم خوبه. آخر مسیره؟ آره. زنگ بزنم. اوه قراره فایت سنگین بدم. تا همینو میتونم بهتون بگم که قراره فایت سنگین بدم من. در همین حد بدونید که من قراره فایت سنگین بدم بس. یا علی وای همه اینا رو میخواد باز کنم. اینجا هم هست. وای اینا هم هست. وای 11 تا غوله. حاجی 11 تا غوله.
more balance to a world drowning. God, this motherfucker sure loves to hear himself talk. هم با این بیسبال بزنم بهتره. اوه یس. گردن بشور. وای. حاجی من تا کجا میتونم پیش برم؟ لعنتی ولم کن. وای یکی بابا دوتا نفرست جون مادره. Kyle, if you weaken them, I can control them. حاجی بخواه کنترلشون کنه. تو رو قرآن بگو. بابا 3 تا لعنتی. I've got the first one. یه دونشو گرفت. خوبه. خدا رو شکر. من تکی چون واقعا نمیتونم بین این همه اول فایت بدم. دومی هم گرفت. نایس. حاجی فقط نباید بمیرم. سومی هم گرفت. Now go, find the Baron. حاجی 3 تا غول. اوه چرا؟ این کنترله. هنوز نفهمیدم چرا من مردم ولی خب اما برم. آره دیگه فکر کنم. حاجی این همون بیمارستان اول بازی نیست؟ چرا؟ این همونه. حاجی اینجا همون جایی که اول بازی ازش اومدم. اینجا همون جایی که من افتاده بودم رو زمین، چیز نشده بودم هنوز، هوشیاریم برنگشته بود. و اینجا همون جاییه که سرمو بهم تزریق کردن. ببین با اینکه این همه ماه گذشته ولی اینا رو هنوز یادمه. حاجی شاتگان خیلی کرست. جدی دارم بهتون میگم. شاتگان خیلی خوبه. من دوربینم اینقدر میشه. ببخشید من اون روی رکوردو زدم دیگه. آره رکوردو زدم. هول نشید حاجی. اولویه خیانت کرد. من تو پلن ازدواج چیده بودم با تو. بابا نکن خدایی. خونه ها میخواستی خودم بهت میدادم. بابا تو اولین کسی بودی که نجات. وای تو رو قرآن حداقل بگو از اولش این نقشه نبود که منو اینطوری بازی بدیم. خسته شدم. تموم چرا نمیشی؟ من اینجا سیف بتونم بکنم حداقل. شریف مگه دانشگاه؟ دیگه زشکا شما میکنی؟ جلو میز غذا گذاشتی دستمونو بستی؟ Sorry, buddy. Counterbots that coming to the rescue thing. How is that fucker always one step ahead of us? Ah, you're all awake. Good.
Olivia, what did you چشام نگاه نمیکنم. Crane, please don't be so tiresome. I invited you all here to help me celebrate. As you all played a part in bringing my life's work خیلی to بد بود. completion. خیلی Crane here. کم این هم اصلا چیز میشه به خیانت کنه. Hybrids ever captured. من از خوشم آمده بود. Every aspect of his mutated DNA. But the final tests could only be conducted in the wild. So آتیش طبیعی. bullshit? درست که you were growing weaker and weaker, slipping away. You had lost اگه چیره بودن رو گنگ در بیام. آی 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 آی. your survival instinct. Otherwise, you would soon be dead. So I found خب من به کل اون 12 تا گول خدا رو شکر من فایت ندادم وگرنه الان جنازه اینجا افتاده بودم اینطوری آرام فرسون گیمو میگیرم. injecting yourself with GSB to defeat me. موقع چیزی هم من نیمون. You were just a lab rat performing my experiments for me. And Olivia, though reluctant, played her part perfectly. حاجی خودش هم ناراحته فکر کنم گول خورده. I now have all the data I need. I have mutant infected far stronger than anything ever seen before. And what's more, I can control them. And with you and your friend Aiden, I have human DNA that can resist the most virulent of infections. And now, it's time to celebrate what I've accomplished. خوشحالی الان وقت خوشحالی هم چیزی. اون یارانو بدن کاته چی شد؟ من با چوب بیسبال آرومش کردم بیوشش کردم. اونم کو که ها چرا؟ با من کار داره دیگه با من بدبخت کار داره دیگه. In your own way. آخرشم تموم شد. Spike, you came to rescue Crane, but instead brought me an even more resistant specimen. A hybrid who provided the breakthrough. این بود اون یارو فکر کنم بدنش خوب بود یا این همونه؟ آه Now that I have what I need, من با لباس سال ندیدمش واقعیتش هر موقع لخ بوده. نکشیش نکشش نکو با اینکه نمیشناسمش شاید هم بهش نمیدونم نکشش. again with the empty threats. Please, it's pathetic. Dr. Moran, I thought we were colleagues. حاجی نکشیش. Glorious future. Instead, for no reason whatsoever, you turned your monster. این دوباره رفت حالت خلصه رفت تو زنش. اوه آه آه یه پولیوان کن حداقل یه دماغش شکست و نکش. وای وای وای. What is coming, Crane? But first, you will witness the end of everyone who you care about. Of course, it's nothing new to you, is it? No one who befriends you lasts very long. نکشیش. Wake up! سوراخ دماغو. That's better. I want to feel your fear and see the life leave your eyes. No, stop, please. Please don't do this. They brought this on themselves. یه سر این اولیو خوشو بروشین This is خیانتکار کثیف. من نمیدونم چرا هر چیز زن موبوره
حتی Please. آره به ما خیانت میکنه از رزیدنت ایویل این از این. You need to get your mind right, Olivia. You need to prove to me that I can trust you. Put Mr. Crane out of his misery. Put him down, like you would any wounded animal. منو بکش با تو کنن اسلایدر خب بزنش دیگه یارو. اونو میکشه مطمئنم اونو میکشه مطمئنم اونو میزنه. I'm sorry. My father was bitten and the Baron refused to help him unless I did. باباشی I had no choice. But you did have a choice. نه من باباشه نمیدونم. آخ 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 Kill me. How disappointing. I'll be honest, I saw a real future for us. حاجی یارو چه باهوشی اسلحه خالی No داد. longer have a future. نکش دیگه اینو دوباره وارد شد. یس کجایست دماغش زدی. بابا من منو آزاد کن بابا اونو هیچ کاری نمیتونم بکنم. But I had to hide it until now. It's okay. I'm just glad you picked the right side. چی ایتس اوکی بابا زدید خونه منو گرفتی. خونه کی بود زد به خودش. Fucker is mine. اومدم سراغت دیگه نمیتونی این سری. آه سولجرم سولجر بود. Yeah I'm soldier boy. دارم میام اومدم سراغ. گانو بردار بپن برو اومدم برو. Spike did not deserve to go out like that. And I'm gonna make that bastard pay. Time to فکر کنم همونه که لخ بود. for all. من میشه بازه این که به چیزی تقصد کنم. خب این چه منطقه؟ خب ما اینجا نباید بقیه اسلحه اونو داشته باشیم. یه لحظه من اینا رو بردارم. اینا بپنای خوبیه. یه لحظه اصلا من هول شدم. این قمص تایلیوره. یه لحظه وایسا تو من نفهمیدم چی شد. اوه ببین یه فایت سنگین دارم. انقدر که این داره من آیتم میده یه فایت سنگینه. آتش چیزه؟ از این آتشی هاست؟ وپن لژندری بود. چقدر غذا. حاجی فکر کنم این فایت آخره. من برش آماده نیستم فکر کنم. یکی از کامنتاش گفت برای فایت آخر وقت خیلی هم لولت بالاش هم غذا زیاد داشته باشیم. نمیدونم این فایت آخر این همه داره من غذا اینا میده یا نه. You got nowhere left to run. پس اون سرومه چی بودن زد به خودش؟ I promised I'd kill you. برف نمیومد بعد. ما چند وقت اونجا بیهوش بودیم. ولی اینطوری خفن‌تری ها. اوه لوپ توپه. اوه خدا رو شکر یه بار من توی فایت تنها نیستم. کاری سنلس هم میکنم باید چیزام درست کنم. وپنامو 1000 خورده یا علی. وپنای سنگین به هم دادا. یعنی سنگین ازم خفن. بودو بابا ندو بابا ندو من کار دارم. پس اول این نوچه هاشو من بکشم. You weaken them, I can control them. وای
من همه بابا چیز کردم خب شستم درد گرفت انقدر محکم چیز کردم و تیرو حد من بعد این همه مدت من این تیر کمونم دستم بود خب بگو خب حد برای این فایت کردم تیر کمون برمیده پشت نزن دیگه نامرد تیر کمون برمیده من باید چیز کنم تیر کمون نشته باشم حاجی فایت بد سنگینه افتاده پشت من ها یارو کو دیدمت حاجی این آتشیه چیه لعنتی خیلی فقط آسان نمیره سه کنم خیلی داره آسان میمیره امیدوارم فیز 2 نشته باشه یه دفعه امیدوارم فیز 2 نشته باشه همین که همیشه یه از سه باید نزدیک هم باشه رو زمین اونو بردارم اوه یا علی یا وای تو رو هوره از اول وای یس حاجی الان باید آروم چیز کنم آروم که یعنی نباید بترسم آتیش رو بگیرم روش اچمو پر کنم این رو همشون بهتر بگم این ته جایی من باید بازی کنم باید آروم من کلی انا از این آتیشه دارم خب میتونم این سری میتونم با من انداخت زیر اسکل ریج هم دارم تو بدترین لحظه ریج میزنم یکم فرار میتونم بکنم حالا وقت خراب راحت هم میزنمش چیزی نیست تو ایزی یس تو رو قرآن تمومش کن وای واقعا حوصله بیشتر از این طول کشیدن ندارم وای خونه منه وای تو رو نگو الان اینو میزنه تبدیل میشه تبدیل نشید وای جداً دیگه هیچی ندارم ببین جداً دیگه هیچی ندارم برای فایت با این یه وپن خوب و سریع میخوام ببین یعنی هی بهش دمیج دادم برم عقب این خوبه فکر کنم بیسبال حاجی چوب بیسبال هم کج شده اینقدر دارم باش میزنمش
خودم هم کج شدم. رفت زدم. اوه این چی بود؟ ای خدا. حاجی هیل. هیله رو الان دیدم. وای توف که حاجی هم توف میکنه هم میکوبه زمین. نمیفهمم. حاجی نفهمیدید چی کار کردم. HP یه چوسه بود بعد رو زمین بودم. حاجی بعد انتخاب میکردم میمردم یا ریجمو میزدم. ریجمو زدم چیزه رو اثر نکرد. بیلکش وای حاجی چه کار خفنی کردم خدایی. ببین وای این سری میتونم بزنم. مطمئنم این سری میتونم بزنم. حاجی ریسک نمیکنم هیله ها میزنم. ریسک نمیکنم هیله ها میزنم. آخره ایچ میشم. یه دونه دیگه یه دونه دیگه. یس یس. وای 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 وای. تو رو قرآن تو رو قرآن دیگه نه دیگه نه دیگه نه تو رو قرآن. وای حالشو ندارم واقعا. وای وای وای. What are you willing to sacrifice, Kyle, to stop him? Everything. اوه وای نمردش هنوز نمرده. وای آخ 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 آخ. آخ 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 آخ. آخ 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 آخ. Olivia, You're alive. Did you kill him? just like I said I would. Oh my god. You did it. یه لحظه ببینید کی برگشت. با قیافه صورتم اومد باره. وای گفتم دیگه برای آخر چیز دیگه هر جوری شده دوربینو بذارم. وای داغ کردم. وای یه ساعت فقط تو این حالت چیزشم. Voice Kyle. I guess our story wasn't over. You? Are you fucking kidding me? We had to go underground, but we've always been here. گری؟ گری The این Baron کیه؟ was one of ours until he wasn't. As usual, you proved to be an exceptionally valuable ally. Enjoy your فقط تو رو freedom. قرآن بگو تو واقعا دیگه حال باس فایت دیگه ندارم. ببین دهنم سرویس شده. Where it belongs. ببین Focus instead on the good اصلا we can do وای together. هیچی دیگه ازم نموند. I will focus on you. آره تمرکز میکنم رو تو همچی چیزی. و اینجا پایان این قصه نیست. این بازی ادامه داره. Dying Light the best. Restory land. Let land چیزی.
وای حاجی تموم شد. چه بازی دزدهی خدایی. ببین این پارت هم فکر کنم من چرا اندینگ های بازی هم 2-3 بخش میشه نمیتونم اینو یه جوری تنظیم کنم یه قسمت اند داشته باشه. اگه برید ببینید رزیدنت ایویل، گاد آف وار اینا 2-3 تا چیزت اینی نوشتم اند بخش اول بخش دوم، این هم احتمالا همونطوری میشه اگه پرتی زیاد نشه باشم. و اینکه حاجی واقعا لذت بردم بازی. یا واقعا بسلم دیگه چیزی ندارم پس از تیتراژ فکر نکنم دیگه، نه یه چیزی ندارم. خب وای و اینکه واقعا لذت بردم بازی واقعا سختی بود. من یکی بهم گفت تو کامنت ها برای باس آخر خودتو قوی کن، دارو جمع کن، من گوش نکردم. ببین من گوش نکردم، اون گفت من گوش نکردم. و اینکه واقعا حال داد، بازی واقعا جذابی بود. امیدوارم شما هم از این واکتور رو خوشتون اومده باشه. و اینکه خیلی خوشحالم تمامش کردم. خواستم ولش کنم، گفتم دیگه فاصله افتاده ولش کنین، ولی عزمم مجاز کردم تمامش کردم بالاخره. و اینکه بازی جذابی بود خدایی، ولی میتونستم زودتر تمامش کنم. آره. و دیگه امیدوارم شما هم خوشتون اومده باشه، هم از این ویدیو هم کلا از این واکتورو اگه همشو دیدید. و دیگه حرفی باقی نمونه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید، ساب کنید، زنگ بزنید. وای خستم. و برام کامنت بذارید، کامنت سرم حال میده. ساعت چنده؟ ساعت 2:30. و تا یک عدد ویدیوی دیگر فعلا I love you.